کاروان اطلاعاتی ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان عبارت از 35 نفر ژورنالیست که با تشبث اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شرکت وطنی سیوما طول 3 روز در شهر و ناحیه‌های گوناگون ولایت ختلان سفربر گردیده است. امروز در شهر باختر با فعالیت همپیشگان خود آشنا گردیدم و وقتی که من از یک کنار مشاهده میکردم که چقدر همکسبان همپیشگان از سوخت و بدخشان و وادی رشت و وادی حصار و شهر دوشنبه با همکسبان خود از ولایت ختلان صحبت ها میکردم، از تجربه همدیگر نقل میکردم، برای پیشبرد فعالیت توصیه های همدیگر رو گوش میکردن و با چنین خلاصه آمدن که واقعا هم یکی از هدف های اساسی کاروان اطلاعاتی مذکور که این تبادل تجربه و به هم آمدن همپیشگان می باشد در اینجا عملی می گردد و از تجربه همدیگر آگاه گردیدن و در شرایط دشوار امروزه مبارزه های اطلاعاتی رقابت پذیر بودن نشریه های محلی موضوع خیلی کلیدی است که در طول این 3 روز ما اول آن را در شکل همایش علمی عملی در ناحیه خاولین بخشیده و 110 سالگی ژورنالیست و خاتمی ادبی سید مقیم بررسی نمودیم و بعدا در صحبت هایی که ضمن بازدید از نشریه های محلی ولایت ختلان و ضمن بازدید از نشریه های ختلان، نوی ختلان و دوستلیک بار دیگر بررسی کردم و من فکر میکنم که برای آینده از امروز علاقه طرح‌های همکاری فعالیت یکجایی کشیده میشن و ثمره‌ناکی این رو ما در آینده احساس میکنیم. در اداره روزنامه ختلان استاد چه چیز دقت شما رو بیشتر جلب کرد؟ نشریه ختلان واقعا هم تا 2 سال اخیر یکی از نشریه های هست که در برابر آن که مثلا طول 2 سال از طرف هم خوانندگان و هم مشتریانشان علاقه بهای مثبی بیشتر میگیرد و در میان ردبندی که گذرانده می شود موقع اول را پیدا کرد و همچنین 2 مرتبه نشریه ختلان صاحب جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام استاد اسدالله سعدالله‌یف تحت عنوان نشریه موفق محلی گردیده و وقتی که در اینجا آمدیم پیش از همه البته ما دیروز امروز و آینده نشریه ختلان را دیدیم. یعنی وقتی که وارد گردیدیم علاقه تاریخ ورقگردان شد در هر یک اکسپوننتی که اینجا گذاشته شده است، در هر یک دستخطی که از ژورنالیستان سابق اینجا ما پیدا کردیم ما احساس نمودیم خود را در فضای نشریه قبلی ختلان. وقتی که با اهل کارمندان صحبت کردیم، وقتی که با سرمحرر نشریه صحبت کردیم، امروز این نشریه را آگاه شدیم و وقتی که دیدیم که یک تیم بسیار پرقوت و تیم بسیار جوان را اینجا گرد آمده است، مطمئن به آن میگردیم که آینده آنهایی که امروز ژورنالیستیک را انتخاب کردن و این متخصصان جوان در آینده نشریه ختلان را که امسال 90 سالگی خود را تجلیل کرد 100 ساله های دیگر برای مشتریانش خواندنی، دوست داشتنی و جالب نگاه می‌دارند.